چرا که ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، در زمین باقی میمانه. تو عالم یک روز رفتستی، بیان اینجا موجود است، کتاب اینجا موجود است، شاگرد اینجا چیسته موجود است، نفع به مردم میرسانه. این قرآن گفته. از همون خاطر عالمی که علم کرد، محنت و زحمت کرد، اما او همین مسئولیت خود ادا نکرد، نامش گل میشه. با رفتن خودش هیچ چیزش باقی نمیمانه. باید اونطور نباشیم. کذالک یضرب الله الامثال. اینمی قسم الله بر ما مثالا را بیان میکنه تا ما بدانیم حقیقت امر، کدام چیز انتخاب بکنیم. للذین استجابوا لربهم الحسنى، برای کسانی که اجابت کردن برای پروردگار خود، یعنی قبول کرد توحید و اطاعت الله متعال برای پروردگار خود. چی است؟ الحسنى، بدل نیک و بهتر است که چیست؟ جنت است. الله جنت برات میده. جنت کدام نعمت است؟ اگر در مقابل دنیا به عوض دنیا باشه، دنیاها را چندین مراتب به مثل ازی جمع کن، نمیشه که عوض یا قیمت جنت و آخرت شوه. اما الله متعال عمل کردی تو را، عقیده تو اینقدر ارزش زیاد داره، همین جنت قربانی تو کرده. والذین لم یستجیبوا له، کسانی که اطاعت نکردن، قبول نکردن له برای الله، لو ان لهم، آلی که در اونجا برسن حالات ناگوار ببینه، در حالی که در دنیا فقط فرفتی دنیا شده بود، دین ترک کرده بود، اونجا باز دنیا را چطور میکنه؟ لو ان لهم ما فی الارض، اگر می بود برای از یاد در روی زمین جمیعا تمام چیزایی که در زمین است، و مثله معه، به مثل زمین دیگه هم می بود، کل زمین که چیز یا عدات و منافع و بگوی دلار و طلا و نقره داره، کلش ازی باشه، و مثله، به مثل همی زمین معه امرایشان باشه، لفتدو به خامخا فدیه و عوض میده به در مقابل کدام عذابی که اونجا برش است. اونجا باز خوش باشه که دنیا دو مراتب با تمامی هست و نیستی خود مکمل باید بر عذاب داده شود. از همون خاطر اونجا که حالت سختی را ببینه، باز قدری عقیده و توحید الله برش می آید، تمناها میکنه که کاش که ما یک مرتبه در دنیا پس بریم و ما چی بکنیم؟ بپذیریم. الله متعال میگه ما اینقدر وسایل برای فهم شما تیار کرده بودیم که دیگه هیچ عذر برای شما باقی نمانده. در وجود، در فطرت خودتان قابلیت توحید، پذیرش توحید گذاشته بودم. بعد از اون چیست حواس دادم، بعد از اون نسب قرائن کردم، بعد از اون پیغمبر روان کردم، کتاب روان کردم، تو را تنبیه و آگاهی داد، اما تو نشودی. اولئک لهم سوء الحساب، اینمی مردما بسیار بد حساب است. بد حساب است. در حدیث میاد که دو مناقشه شود، چرا این کار کردید؟ چرا؟ کلمه چرا که در شود، این دیگه بسیار بد حساب است. الله ما را نگاه کنه از این طور حساب. اگر مورد عفو و مغفرت الله متعال قرار نگیریم، یقینا انسان خدا به ذات خود نجات داده، کل به رحمت الله نیاز داره که رحمت الله قدش حال باشه. چطور خودت نجات بدیم؟ چطور خدا کدام نعمت الله را ما شکرگزاری کرده میتونیم؟ امیالی که ما سخن میگم نعمت الله متعال است، این توفیق کی میده؟ خیر، ما در مقابل عبادت دیگه بکنم، اون عبادت توفیق الله داده، دیگه عبادت هم توفیق الله داده، چطور کنم؟ بجز از اینکه اعلان عاجزی به الله شود و خود به رحمت الله بسپاری. به رحمت کی؟ الله متعال. و مأواهم جهنم، و جای باش از جهنم است، و بئس المهاد، خیلی بد بستر است این جهنم. افمن یعلم انما انزل الیک، الله متعال بیان میکنه چقدر دقیق. افمن یعلم، آیا کسی که میدانه، مراد از علم است باور یقینش در قلبش پیدا شده، انما انزل الیک من ربک الحق، که یقینا کدام چیزی که نازل کرده شده به سوی تو از جانب پروردگار الحق، واقعیت داره، ثابت است، درست است. این آدم برابر شده میتونه کمن هو اعما، به مثل او کسی که او کور است. اینجا نمیگه کمن لا یعلم انما انزل الیک من ربک بالحق، به مثل کسی که نمیدانه. نه، اشاره به این میکنه که قرآن انقدر واقعیت برجسته و برملا و آشکار است که اگر کسی محض چشم داشته باشه حتما معلوم کرده میتونه که محض چشم داشته باشه. دلایل کمال و اعجاز قرآن انقدر هویدا و آشکار است که کسی گفته نمیتونه که من درک کرده نمیتونم، که محض چشم داشته باشه. اما کسایی که این قرآن نمیپذیره، مثل که از سر چشم نداره، کور است، کور. نمیگه که نمیدانه، کسی که چشم داشته باشه باید بدانه. حالی مردم ما را مقایسه کنی که داد از قرآن میزنه،
میگه قرآن دوست دارم، ختما میکنه، ختما که قرآن دوست داره، اما یک روز با آیت قرآن ننشسته که مفهوم و مقصد قرآن یاد داشته باشه که قرآن کدام کتاب است، برای کدام هدف آمده. خیر ببینه الله تعالی میگه این آدم و این آدم با هم برابر است، کسی که یقین کرده الله را میدانه و کسی که قطعا کور است. انما یتذکر یقینا، لیکن برداشت از این دانه بیشبها و قیمتی که الله روان کرده هر کس از استفاده نمیتونه. انما یتذکر یقینا، نصیحت میگیره اولو الالباب، کسی که مغز و اندیشه داره، صاحب عقل سالم است. او طور مردم از این کتاب بالکل استفاده میکنه، کل زندگی خود فقط مطابق تعلیمات قرآن میسازه و مردم میگیره. هر کس نه. کدام است اولو الالباب؟ الله صفاتش عالی برای ما بیان میکنه. الذین، مردمایی که یوفون بعهد الله، اول صفتشان است که او پورا میکنه، تکمیل میکنه وعده ها، پیمانایی که بامرای الله متعال داره. پیمانا مختلف است. یکی پیمان با الله هست. پیمان با الله است که ما الله را میپذیریم، مکمل عقیده به توحید الله داریم، صفات الله را مکمل میپذیریم و چیزی فرمان حکمی که الله برای ما روان کرده به سر و چشم او را عملی میکنیم. این پیمان با الله است. پیمان با مخلوق الله است. ما بسیار پیمانا داریم. پیمان با نفس خدا است که نفس خدا در کجا پیش کنیم، از کجا نگاه کنیم. از او خاطر این کل شامل میشه. اولین صفت اولو الالباب است که امی تعهدات خدا، پیمانای خدا مکمل در سر برسانه نشوه. معلوم شد که اولین گناه که انسان میکنه وقتی میکنه که پیمان الله این پیمانا را در نظر نگیری. پیمانا که در نظر نگیری، امروز ما گپ گفتم کلگی چپ است، صبا گپ از یادش رفت، هیچ دقیقش نیست، باز موبایل بازی شروع میشه. نه، تعهد به پیمان خود. ولا ينقضون الميثاق، میدان نمیکنه میثاق، اینمی عهد محکمه، همین پیمان محکمه قطعا میدان نمیکنه. با الله که کدام پیمان داره؟ پیمان نماز است، پیمان روزه است، پیمان زکات است، پیمان چی است؟ ذکر و تسبیح و عقیده توحید الله متعال است. این مکمل تکمیل میکنه. پیمان با مخلوق که الله داره در مسائل معاملات، در پیمان با خانواده داره، در نکاح، پیمان با اولاد داره، در تربیت تعلیم، پیمان با شاگردا داره. معلم به کمال اخلاص خود کوشش میکنه. این پیمان است، کلش پیمان است. بلکه زندگی مکمل انسانیت پیمان است، کلش پیمان است، عهود است. تا زمانی که این عهود و پیمانا را تو تکمیل میکنی، یقینا که تو اولو الالباب هستی. والذین یصلون ما امر الله، دوم صفتشان او کسانی است اولو الالباب، کسانی که پیوست میسازه ما آن چیزی را امر الله به که الله سرش امر کرده. هر چیزی را که الله امر کرده، در چی چیز؟ ایوس ولا که پیوست کرده شوه. چی چیز پیوست کرده شوه؟ بله، اوامر الله، احکام الله باید پیوست کرده شوه. پیوست کردن احکام الله است که اجرا کنی در وقت و وادیش به کیفیت درستش. الله برات گفته این پیوست کردن به امر الله چیست؟ خدا به الله پیوست که به عقیده توحید، بعد از او به نماز، این پیوند به الله است. بعد از او قطع اقارب، اولترین نزدیکترین اقارب غم شبخو، غم عقیده شبخو و غم چی است؟ خدمت گزاری و سرشان ترحمه قطش بکو. سلسله به سلسله، مرحله به مرحله. امی قسم با کل انسانیت، با کل انسانیت تو بستگی داری، پیمان داری و کلگی را وصل کو، قطع نکو. ای چی حق داره سرت، ای چی حق داره، ای چی حق داره، حقوق کلگی را چی کو؟ تکمیل کو. اینی را ادای مسئولیت میگه. ادای مسئولیت کردی. سوم و یخشون ربهم، این چیزا کی عملی میشه؟ برای خود تا انگیزه قوی نباشه. او انگیزه کدام است؟ و یخشون ربهم، میترسه از الله متعال، ای که مسئولیت الله بر ما داده، مقرر کرده، ما باید یکی را در سر برسانم. ادای مسئولیت، احساس مسئولیت. شوهر احساس مسئولیت میکنه، همسر احساس مسئولیت میکنه، پدر و مادر احساس مسئولیت میکنه، اولاد احساس مسئولیت میکنه، رئیس دولت احساس مسئولیت میکنه، رعیت احساس مسئولیت میکنه، امام احساس مسئولیت میکنه، مقتدی احساس مسئولیت میکنه. این نکته اگر در ذهن کسی بشینه بس خلاص است. نه جنگ است، نه جدل، نه کشمکش. هر کس تلاش داره مسئولیت خود ادا کنه. ما ترجمه و تفسیر شروع کردیم، درس حدیث. ما مسئولیت خود بشناسم، شما بگوی نگوی، ما باید این را انجام بدم. به این نیت نه که شما از پیشم خوش شوی سبا روز مرا مدح بکنی. نه، خشیت از الله متعال داره، خشیت از الله متعال داره.
اینی انگیزه برام است که من الله متعال قطعا محاسبه میکنه. از او خاطر و یخافون سوء الحساب، میترسه از بد حساب که الله از مسئولیتم سوال بکنه. تکمیل کردی؟ نه. اینجا بعضی خوف خشیت فرق میکنه. خشیت امو ترسی که از عظمت و بزرگی الله متعال در قلب انسان میباشه. خدا کنه که از پیش میترسی یا نمیترسی. یک آدم نمیترسه که مرا میزنه یا علت میکنه یا جریمه میکنه یا بندی میکنه، لیکن قدر و قیمتش پیش تو زیاد است. از او خاطر بسیار او احترام داری. سخنی که برات بگویه به این خاطر او عملی نمیکنی که باز اگه عملی نکنم در بندی خانه میپرته، به این خاطر عملی میکنی که بسیار عزت پیشم داره، بسیار شیرینی پیشم داره. این خشیت میگه. یعنی خلاصه است که کدام ترسی که به اساس امو کمالاتی که در الله متعال تو دیده ای کدام ترس داری، این بنابر دلیل میشه. این خشیت میگه. او خوف مطلقی ترس میگه. و یخافون سوء الحساب. و بعضی میگه که نه، در اینجا خوف و خشیت در قرآن کریم خوف و خشیت تقریبا یک رقم استعمال شده. خیر که یک رقم استعمال شده، چرا اینجا دو چیزا گرفته که و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب؟ چرا که لازم قطع امر خشیت الله یخافون سوء الحساب است. نه، اینجا میگه خشیت و یخشون ربهم، میترسه از پروردگار خود. چرا؟ یخشون ربهم عامل یا سبب و انگیزه است که تو را وادار به انجام امور کرده. یکی. دوم، این در ابتدا که تو را تحرک بخشیده، بعد از حرکت کردن در یک وظیفه باز که تو آلی دو خلل پیدا نمیکنی و یخافون سوء الحساب است. اونجا باز اگر من دمی وظیفه خود خلل بکنم، اینجا است که الله قطع محاسبه میکنه که بله کار خو انجام دادی، خو نقصان دیش آوردی. از او خاطر آلی کار با وجه درستش تکمیل میکنه. والذین صبروا، دیگه اولو الالباب صفت دیگهش کسانی هستن صبرو که از استقامت کار گرفتن، کنترل کردن خدا. و این کنترل هم به خاطر چی بوده؟ ابتغاء وجه ربهم، به خاطر طلب کردن روی که لایقشان الله هست، ربهم از پروردگارشان، روی پروردگارشان دیده و صبر استقامت اختیار کرده. بس اوقات انسان صبر میکنه به خاطر که باز مردم دشمن سرت شاد نشود. یک تکلیف برات میرسه صبر میکنی به خاطر ازی که دشمن شاد نشود اگه بی صبری بکنی، یا به خاطر ازی که مردم بگوید که والا خیلی مقاومت داره، یا به خاطر ازیسته ای صبر کردی که چاره دیگر نداری، خواهی را پیش آمد حالی مجبور استی بکشی. نه، اونو صبر اهمیت داره. چی داره؟ قدر داره که به خاطر الله متعال انسان میکنه. یعنی نفسی کنترل میکنی، استقامت اختیار میکنی خب به خاطر رضای الله. و اقام الصلاة، دیگه صفتی از یا اولو الالباب است که قائم میکنه نمازه. او در رابطه داخل شد، کرد و رابطه با الله. اشاره میکنه که بله در بین روابطی که الله امر کرده که وصل شوه، بهترین رابطه و بزرگترین رابطه نماز است. نماز به وجه درستش قائم میکنه با خشوع خضوع، پورا کردن تمام شرایط. یکی این رابطه را با الله. و انفقوا مما رزقناهم، مصرف میکنه از بعضی آن چیزی که ما برش روزی دادیم، از علم، از مال، از قدرت، از نفوذ اجتماعی، از آبرو، عزت، در راه خدمت دین مصرف میکنه. کلش این رابطه با مخلوق الله متعال است. چه رقم مصرف میکنه؟ سرا و علانیتا، پنهان و علانیتا، آشکارا. این مسلمان موسمی نیست. مسلمان موسمی اهل تشیع میشینه 11 ماه و 20 روز، نه فاطمه در یاد است، نه حسین، نه الله، نه مسجد، نه نماز. اگر برابر شد کدام وقت و نه کدام وقت نماز نخوند، دیگه کلگی در مستری گیری است. خلاص برو بخیر، دیگه گپ نیست. خود 10 روز از عاشورا زنجیرا را بگید دی خدا خونایت باد شوه، خلاص شدی دیگه. برای از همینطور تلقین داده شده، همینطور تبلیغ شده که همین 10 روز عبادت الله را کردی، خلاص شدی. از همون خاطر خیلی دل بیغم نشسته دیگه وقتا. در اهل تسنن امام امی قسم گپاس رایت کرد. 1 درهم در میلاد پرتو، در قرائت میلاد حدیثای موضوعی را در ورقا براتون چاپ کرده ملاهای بدبختی گمراه به مردم فریب دادن، برای فریب مردم که میلاد جایز است. ثوابش چقدر است؟ 1 درهم اگر در قرائت میلاد نبی مصرف کردی، با کی در جنت هستی؟ با ابوبکر رضی الله عنه. شخصیتی که کل عمر خود ابوبکر رضی الله عنه، نه خود، نه اولادش، نه زنش، نه چیست غلامش، نه مالش، نه دارایش، یک چیزیشم از خدمت دین بیرون نبوده، کلش قربان بود
یک درهم در قرائت میلاد مصرف کو، با ابوبکر در جنت هستی. چی میکنی دیگه کلی عمر برو خراب بشی، عیش و عشرت تبکو خلاص. اینی را مردم میگن مسلمانای موسمی، این را میگه دین خرابی. این ملاهای گمراه، شما یقین به الله بکنه او از شرابخور کرده، این ملا بسیار بدبخت است. چرا؟ به خاطری که شرابخور شراب میخوره، مردم میگه این بدبخت است که انوز میری قطی پای یک میز نشکی شراب خورده، گناه کرده. اما ملا تو را دعوت به شرک میده، دعوت به بیدینی میده، تو دستشان بوسه کده رایستی. خطر از خیلی زیاد بزرگ است. قرآن میگه پاره برای ما میگه مسلمان مسلمی نباشه در روز چهارشنبه زن در باران و بارش یخ است بیرون برآمده نمیتونی، دروازه دق 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 زده میشه، میبروی زن است چادری چیست چرکینی پاره پاره فریاد میکنه، چیغ میزنه، قسم میخوره هفت اولادم آتش نداره، یک پرچه نان و در برش نمیدی. روزی پنجشنبه، روز شوی جمعه نان به زور به مردم میده. کی بگی این از کجا پیدا کردی؟ قرآن خبرت میگه سر و علانیتا. قرآن کریم چقدر دقیق محاسبه داره. از جمله اولوالالباب و مردم های هستن که مصرف خو میکنه چی رقم؟ سرا و علانیتا، پنهان و آشکارا. موقعی که پنهان تقاضا میکنه، مثلا میفهمی که می آدم اگر آشکارا در پیش کسی پول بدم بسیار رنج میبره، بسیار چیسته خجالت میکشه. نه 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 نه، پنهان از مردم برش بده. یکی اگر من نمیجا مال خود بدم صدقه، دزدا مراقبت میکنه، مرا تعقیب میکنه، باز دیگه نمیمانه، پنهان بده. دو، در جایی که برات معلوم میشه که اینجا یک نوع ریا میشه، باز مردم مرا در ریا شامل میشن، پنهان بده. اما در جایی که منظور تشویق دیگرها باشه، مدرسه آباد میشم بیادرها همینجا کمک میکنیم، عالی میفهمی که اگر اول همینجا ما پول پرتم سبب پرتافتن پول دیگرها میشه، آشکارا پرتو. مومن مسلمان موسمی نیست، موقعی را دیده مصرف میکنه. و یدرؤون بالحسنات سیئات، دیگه صفات امی اولوالالباب کسانی هستند که دفع میکنه توسط امر نیک از سیئات امر بده. گناه اگر از پیش شده باشه، حالی پشتی سرش نیکی میکنه. چقدر درس عظیم است. چرا اینطور میکنه؟ یک آدم یک گناه از پیش شده اشاره به این میکنه که هیچ انسانی نیست که خطا نشوه، اما یک انسانی که خطای خود جبیره کنه بسیار کامیاب است. محض ندامت و پشیمانی نه که وی 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 بد کردم. نه نه نه، ای جماعت از پیشم رفت، دیره که جبیره نکنم نمیشه. امشب که تعجب نخیزم قطعا هیچ نمیمانم. وی جماعت از پیشم رفت که اشراق نخوانم ماندنیش نیستم. حسنه را سیئه را توسط حسنه جبیره کو، به خاطری که اثری او گناه مکمل شسته شود، آلی زمین پس پاک شود. پاک اگر همونطور تنها پشیمان شده، آلودگی باقی مانده. اولوالالباب اون مردم هستن که سیئه را دیگه ترجمه و یدرؤون بالحسنات، دفع میکنه توسط توحید از سیئات الشرک. روزمره جنگ و جدلش سری نمیست، روزمره در افغانستان همینطور گپ است. و یدرؤون بالحسنات، دفع میکنه توسط سنت از سیئات بدعتارا. و یدرؤون بالحسنات، دفع میکنه توسط صبر، توسط اخلاق حسنه از سیئات چیرا؟ سوی ادب، مردم که بی ادبی در مقابلت کرده. چون در راه توحید هستی، نه مقابله نیستی که تو قطع زور آزمایی میکنی، در راه توحید هستی. دو میزنه برات، هی بوابی اینطور آرام بگی خدا، هیچ گپ برش نزن، برو خیر است بگو. اولئک لهم عقبی الدار، اینمی مردم ها که صفتایش ذکر شد، اینمی مردم ها عاقبت انجام داری آخرت برای اینمی هستن. نیک انجام برای ازیاست. کدام نیک انجام است؟ جنات عدن، جنت دائمی، باغهای دائمی، یدخلونها که داخل میشه در او باغها. و من صلح، کسی که صالح است، یعنی صلاحیت داره، موافق در عقیده و حق پرستی امرای توست، عملشان موافق سنت است. از کی؟ من آبایهم، از پدرایشان، و ازواجهم، از سیاسرایشان، و ذریاتهم، اولاده و نبیرشان. اگر یا عقیدهشان خب اعمالش موافق سنت بود، کلی از یاد جنت داخل میشه. الله میتونه حالت نصیب ما بکنه. والملائکه یدخلون علیهم، باز ملائکه داخل میشه بالایشان در جنت. من کل باب، از هر دروازه. چی میگه ملائک؟ الله اکبر. حالی که کامیاب شده باشی که از اون طرف پدرت میاد مبارک باشه ولی مبارک شدی، اینی قدر ببر میشینی. از اون طرف مادر میاد خاله، از اون طرف چیسته این از
از امریکا برات زنگ میزنه مبارک باشه خبر شدم که اول نمره شدی کامیاب شدی. اوه کدام الله امو مبارکی را نصیب بکنه که ملائک با آدم بگه سلام علیکم سلامتی سر شماست. از این طور دار آمده که نه جنگ نه جدل نه همه چیزی جا به امن است. یک یا مانای سلام اینجا مبارکی است. مبارکی باشه بالای شما بما صبرتم. در این قدر اعمال نیک تنها صبر چرا میگه؟ تنها صبر یاد میکنه ملائک. پشتوانه و استوانه تمام اعمال نیک و مقاومت چیست؟ صبر کی نباشه هیچ کار. فنعم عاقبت دار خیلی بهتر انجام است چیست؟ از این دار از آخرت که الله نصیب ما و شما بکنه. این عالی صفات کی را بیان میکنه؟ یا میرم بگویم تا رکوع را برسانیم. والذین ينقضون عهد الله. این صفات و مردمایی هستن که در ردیف مقابل قرار داره. اول خلل یا اول خشت که از عبارت بیران میکنه چیست؟ والذین مردمایی که ینقضون میده میکنه میشکنن عهد الله تعهدات الله را پیمان الله را نادیده میگیره. من بعد میثاقی پس از محکم کردن پیمان الله. پیمان الله امو عقیده فطری که الله در فطرت توحید امانده بود آلی توسط چی تاکید شده؟ روان کردن پیغمبر، روان کردن کتاب الله که او را دیگه مقاومت بخشید. آلی تو میگیری او را چی میکنی؟ میده میکنی. و یقطعون قطع میکنه ما آن چیزی را امر الله بی که الله امر کرده. الله امر کرده نماز بخوان نمیخوانی. الله امر کرده همسایه آزار نده آزار میدی. الله امر کرده سود نخور سود میخوری، شراب نخور شراب میخوری، حجاب بکو بی حجاب میشی، قمار نزن قمار میزنی. کلش الله امر کرده اما تو کلش قطع کرده و رایستی. قطع میکنه آن چیزی را که امر کرده الله بی به او چیز یوصله که پیوست شوه. و یفسدون فی الارض. خود به خود فساد در روی زمین شروع میشه. مامورات الله را که انجام ندادی فساد است. که نماز انجام ندادی فساد است. خود به خود فساد است. که حلال کمایی نکدی حرام فساد است. خودش فساد امو یک شی از امو عدالتش برآمدن خلاص از چیزی که در حالت فایده گرفتن است از او کشیدن. اولئک لهم اللعنت. این مردم برایشان لعنت است دوری از رحمت الله متعال است. و لهم سوء الدار. برای از جا خیلی بد چیست جای بود باشه است. بد خانه و دار برشان است. الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. بله بسا اوقات همین مردمایی که بدکار است میبینی که دنیا سرازیر میشه سرازیر میشه. الله اشاره میکنه که دنیا مقصد زندگی نسازی. محبت دنیا گاه سبب میشه که انسان کلی گپا را نادیده بگیره. قطع چیست؟ نقض پیمانای الله را بکنه. نقض پیمان الله را چطور میکنی؟ وی که مال میپرته باز میره تجارت میکنه باز 10 روپه فایده بگی او را بعد از چقدر سال این محنت نمیکشم چرا آسان در بانک پولی خودم میپرتم نه دست اوله نه پای یک روز میرم اینی که منافع برم برآمده. همینطور است نیست؟ اینه پیمان الله را میده کرد به خاطر دنیا. الله برات میگه دنیا همونطور نیست. الله یبسط الرزق. الله فراخ میسازه رزق لمن یشاء به کسی که الله بخواه. و یقدر تنگ میسازه. پس معلوم شد که رزق یا زندگی که زرق و برق دنیا داشته باشه این معیار غضب و رحمت الله نیست که اگر کسی داشت مورد رحمت الله است اگر نداشت مورد غضب. نه این در اختیار الله است. مطابق حکمت خود به کسی زیاد میگده به کسی کم میده. و فرحوا بالحیات الدنیا. کفار و فرحوا خوشوقت شدن بالحیات الدنیا به زندگی دنیا. اینجا اشاره به این میکنه. اینجا فرح چی را میگه؟ امی اسبابو امی زرق و برق دنیا را اصلی مقصد زندگی قرار دادن. اسباب عیش و عشرت اسباب خوشحالی. حالا کی اسباب خوشحالی نیست. یک و ما الحیات الدنیا فی الاخرة الا متاع. نیست زندگی دنیا در مقابل آخرت مگر یک اسباب منفعت گرفتن است. میتونی از دنیا چیزی نفع بگیری اما در مقابل نعمتهای آخرت هیچ ارزشی نداره. از او خاطر انسان خدا نبازه به خاطر دنیا. امروز مردم دخترش به حجاب شده به خاطر چی؟ دنیا. مردم ایمان خدا فروخته به خاطر چی؟ ولو براقت کفار کمکاری میکنه به خاطر چی؟ کلی گپا به خاطر دنیاست. عامل اصلی تمام معصیت ها یقینا محبت دنیاست. الله ما و شما را نگاه کنه. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب